همونطور که اطلاع داده بودیم آقای بینیاز در واقع سخنران اصلی امروز ما هستند که با توجه به رشته تخصصیشون روانشناسی ایشون لطف کردن پذیرفتن که برای ما صحبت کنن و یک بحث روانشناختی راجع به کتاب داشته باشن. حدود طبق معمول جلسات ما 20 تا 30 دقیقه شنوای صحبت ایشون خواهیم بود، بعدم که حدود 1 ساعت نظر اعضا رو راجع به کتاب خواهیم شد. آقای بینیاز در خدمت شما هستیم، اگر آماده هستی صحبتاتون رو شروع کنید. اگر هم میخواید تیوی رو شیر کنید، تصویری پاورپوینت چیزم که یا متنی خب امکان پذیر هست. خب من سلام عرض من سلام عرض میکنم خدمت دوستان. نه آقای دکتر، در واقع تصویری شیر نمی کنم. این چند دقیقه من در واقع مزاحم اوقاتتون میشم با یه برداشت روانشناختی از داستان کاترینا بلوم. ببینید ما انواعی از در واقع گونه‌های مختلفی از نقد داریم که حالا من متخصص ادبیات نیستم، اما یکی از گونه‌هاش که بینارشته‌ایه به نام نقد روانشناختی مشهوره. این نقد روانشناختی که اسم اولیش در واقع نقد روانکاوانه بوده، با مبدع خود روانکاوی یعنی فروید شروع میشه و میدونید فروید خیلی علایق گسترده‌ای داشته به هنر، به ادبیات و در مورد اونها هم نظریش رو در واقع گسترش داده و در مورد اونها هم نوشته. در مورد مثلا مجسمه های میکل آنژ نوشته، در مورد نوشته های گوته نوشته، در مورد نوشته های داستایوفسکی نوشته، در مورد بعضی از نوشته های شکسپیر نوشته. حالا یه پرش بزنیم به در واقع نقد روانشناختی در دنیای امروز. از زمان فروید تا الان 3 گونه نقد روانشناختی منتقدان روانشناسی انجام میدن. یکی که شاید از همه مشهورتره و اول که کلمه نقد روانشناختی به ذهن میاد این گونه در واقع توقع داره ذهن آدم که بشنوه، اینی که بهش میگن روانکاوی نویسنده. یعنی در پی جواب این سواله که چه شد که نویسنده این داستان را نوشت. مثلا چه شد که صادق هدایت بوفکور را نوشت. توی این گونه که فروید هم در واقع اینجوری می نوشته، در پی اینن که نوشتن کلن چه تاثیر روانشناختی روی نویسنده داره و اینکه نویسنده چجوری ناخودآگاه خودش رو در شخصیت‌های مختلف داستان پخش کرده، بهش میگن منهای جزئی. این دیدگاه میگه که نوشته مثل یک رویاست، مثل یک رویای شبانه است که نیازی به تعبیر داره. انگار که یه نفر یه خوابی دیده و برای روانکاو تعریف میکنه، روانکاو با توجه به شخصیت نویسنده میاد جزئیات اون خواب رو تحلیل میکنه. حالا اینجا هم شخصیت‌های داستان بر اساس زندگی نویسنده تحلیل میشه. نوع دوم روانکاوی متن یا روانکاوی شخصیت‌های متنه. توی نوع دوم اینجوری فرض میشه که انگار شخصیت‌های خود متن در واقع یک شخصیت واقعی هستن، یعنی فرض میشه که یک شخصیت واقعی هستن و با همون اطلاعاتی که داستان به ما میده این شخصیت‌ها رو تحلیل میکنیم. و نوع سوم که شاید نوع پیچیده تری باشه اینه که اتفاقی که بین متن و خواننده میفته، یعنی تاثیر و تاثیرهای روانی که بین متن و خواننده میفته تحلیل میشه.
حالا همین مقدمه رو گفتم که هم یه آشنایی باشه با در واقع نقد روانشناختی به زبان خیلی ساده و همین که بگم که کاری که حالا تو این چند دقیقه من میخوام سعی کنم که بهش برسم اینه که از نوع دوم استفاده کنم، یعنی شخصیت کاترینا بلوم رو بیایم با توجه به اطلاعاتی که متن بهمون میده یه تحلیل روانشناختی کنیم. اینجا توی پرانتز بهتون بگم که اگه علاقه‌مند هستین به این حوزه و میخواین متنی بخونین که نقد روانشناختیه، ما یکی دو تا نمونه ایرانی مشهور داریم. یکی کتاب تحلیل های روانشناختی در هنر و ادبیات نوشته آقای دکتر محمد صنعتی که ایشون خودشون روانکاون و علاقه‌مند به ادبیات، که عموماً در واقع داستان‌های صادق هدایت رو ایشون تحلیل کردن و یک شعر از اخوان ثالث تا جایی که یادم شعر کتیبه رو تحلیل روانشناختی کردن تو اون کتاب. و یک کتاب دیگه به نام روانکاوی و ادبیات که خانم دکتر هورا یاوری نوشتن و ایشون هم بوفه رو کردن تو این کتاب و هم 7 گنبد نظامی رو تحلیل کردن و دیدگاهشون یونگیه. آقای دکتر صنعتی بیشتر دیدگاهشون فرویدیه. و یک کتاب دیگه به نام گفتمان نقد از آقای دکتر حسین پاینده که این در واقع تقسیم بندی هم که خدمتتون گفتم منبعش همون کتاب گفتمان نقده. ایشون هم چند تا متن رو تحلیل روانشناختی کردن تو این کتاب در واقع گفتمان نقد که حالا اثری که داستانیه دوباره یکی از آثار صادق هدایت. این که چرا در واقع نوع دوم رو انتخاب کردم برای امشب، نوع گونه دوم که در واقع شخصیت‌های داستان رو بیان تحلیل کنیم، این که نوع اول نیاز داره به یک اطلاعات خیلی دقیق از زندگی نویسنده که حالا اینجا هاینریش بوله و من واقعا دسترسی دقیقی یا فرصت لااقل نداشتم که زندگی نامه خیلی مفصل با جزئیات و دقیقی از زندگی هاینریش بول بخونم. در طول این برداشت که میگم خدمتتون من فقط کاترینا رو میگم کاترینا، بقیه رو با نقششون خدمتتون میگم نه با اسمشون. ببینین ما 5 تا نیاز داریم که در زندگی به هر آدمی از ابتدای تولد و تا انتهای مرگ برای اینکه سلامت روان داشته باشه باید برآورده بشه. اگر نیازها توی کودکی برآورده نشن باعث شکلگیری در واقع رگه های رفتاری توی شخصیت آدم ها میشه که شاید در نگاه اول خیلی متعارف نیست. اگه برگردیم به داستان، ما 2 تا کار نامتعارف از کاترینا بلوم میبینیم که با در نظر گرفتن این 5 تا نیاز شاید بشه فهمید چرا این 2 تا کار انجام میده. یک شب عاشق شدنش توی اون مجلس رقص، جوری که شاهدان میگن که انگار که این 2 تا آدم سالهاست که همدیگر رو میشناسن. و دوم کشتن روزنامه‌نگار. برگردیم به اون 5 تا نیاز. اولین نیاز و مهمترین نیاز که باید توی هر کودکی برآورده بشه نیاز به محبت یا نیاز انسانه. اونایی که خیلی 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 در واقع تاکید دارن توی دنیای روانشناختی به نیاز به رابطه میگن حتی روان آدمی از رابطه تشکیل شده. یعنی در ابتدای کودکی، در اوان کودکی این نوع رابطه با مراقبانه که
خود روان رو هم شکل میده، یعنی سبب به وجود اومدن روان میشه. ولی حالا اگر از این دیدگاه رادیکال بگذریم، به هر حال نوع رابطه یک فرد با آدم‌های مهم زندگیش در آینده قطعاً تحت تاثیر نوع رابطه‌ای که اول با مراقبانش که حالا در یک خانواده تیپیک معمولی میشه والدین قرار میگیره. در مورد این نیاز خب مسلماً به خاطر کودکی که کاترینا داشته در بهترین حالتش میشه بگی که ناقص برآورده شد. کاترینا پدرش رو در 6 سالگی از دست میده و قبلش هم که همچین حضور موثری قطعا نداشت تو خانواده به خاطر جنگ، به خاطر کار سختی که داره انجام میده و مادرش هم چنان مادر در واقع گود مادر، یعنی یا مادر خوب نیست که بتونه بگیم که مراقبی بوده که به تمام معنا تونسته نیاز به محبت کاترینا رو برآورده کنه. کما اینکه مادر هم تحت تاثیر اون اتفاقاتی که میفته در واقع الکلیک میشه و مادر الکلیک اصلا در واقع خیلی نمیتونه داری باشه که نیاز به رابطه یا نیاز به محبت فرزند رو برآورده کنه. حالا اینکه این چه تاثیری توی شخصیت کاترینا میذاره من در ادامه میگم خدمتتون. نیاز دوم نیاز به تایید توانایی. نیاز به تایید توانایی هم در ابتدای کودکی توسط مراقبان اصلی برآورده میشه. یعنی مراقبان اصلی هستند که به ما این پیامو میدن که تو آیا آدم توانمندی هستی یا نیستی. وقتی که فقدان وجود داره، یعنی اصلا مراقب خودش به تمام معنا نمیتونه پدری یا مادری بکنه، قطعا خب نیاز دوم یعنی نیاز به تایید توانایی هم برآورده نمیشه. اما کاترینا آدم توانمند و هوشمند و باهوشیه، کما اینکه توی اون مدرسه خانه‌داری جز در واقع شاگرد اول هاست و هر جایی در طول زندگیش فضایی فراهم میشه که این توانایی این شخص دیده میشه، اون بروز توانایی به تمام معنا ظهور پیدا میکنه. کما اینکه وقتی که توی خانه اون خانه آخر، یعنی خانه اون زن و مرد حسابدار قرار میگیره، کاملا توانمندی خودش رو بروز میده و در واقع هر دو کارفرما ازش راضی هن، میگن که باعث شده که ما خرج و دخل خونمون بهتر بشه، به هم بخونه، خونه مدیریت شده. این خانه هم که ما میگیم در واقع خانه توی اروپا با مفهوم خانه توی ایران شاید خیلی متفاوت باشه. یعنی خانه‌دار این که میگه من مدرک خانه‌داری دارم به خاطر که خانه‌های اونجا واقعا نیاز به مدرک خانه‌داری داره. یعنی کسی که اونجا سرخدمتکار میشه دخل و خرج خونه با اونه، یه بخشی از مراقبت از بچه‌ها با اونه و یه شغل خیلی حرفه‌ای و تمام معناست به خاطر حالا وسعت خانه‌ها و سنت خانه‌داری توی اروپا. حالا یک رمانی موازی با این که دور به خانه‌دار میپردازه، رمان بازمانده روزه که اونم خیلی خیلی شخصیتش دوباره یه سرپیش خدمته که مرد، اونم خوندنش خیلی جالب و اونجا خیلی خیلی در واقع این که میگم یعنی این که خانه‌دار واقعا یک حرفه است، سرپیش خدمت یک حرفه خیلی خیلی حرفه‌ای و نیاز به مدرسه داره، توش نمایان میشه. نیازهای دیگه کاترینا شاید برآورده شده باشه، مثل نیاز به آزادی، چون که دیگه دست خودش بوده در واقع زندگیش، یا نیاز به محدودیت، چون خودش میتونسته محدودیت هایی برای خودش بیاوره که اون خیلی در مستقل میشه، یا نیاز به خودانگیختگی. بیشتر تاکید من بر نیاز بر رابطه است. کسی که نیاز به رابطه توی بچگیش برآورده نشده باشه نمیتونه روابط عاطفی موفقی برقرار کنه.
این آدم مستعد اینه که یک شبه در واقع اول که بیفته توی رابطه‌های اشتباه، چون اینکه نمیتونه شوهر خوب رو تشخیص بده و شوهر اولش خودش یه پیچیدگی پاتولوژیستیک شناسی روانی جداگانه شوهر اولش داره. یه جایی اشاره میکنه که شاید داره فرار میکنه از اون وضعیت خانه پدری که یه وضعیت باثبات‌تر رو تجربه کنه، ولی در واقع از چاله میفته توی چاه. ولی شخصیت کاترینا هم شخصیتیه که به خاطر اینکه نیاز به ارتباط یا نیاز محبت به کودکیش برآورده نشده مستعد این رابطه اشتباه هست. اون سوال اولی که گفتم اینجا شاید بشه بهش جواب داد که چرا کاترینا یه آدمی رو که کلا نمیشناسه و اولین بار توی یه مجلس رقص میبینتش چنان بهش اعتماد میکنه و چنان حس عاطفی شدیدی بهش پیدا میکنه که دعوتش میکنه شب به خونه و حاضر میشه اون فداکاری رو براش بکنه که حالا مثلا از کانالای خونه ردش کنه که پلیسا نگیرنش. این به خاطر برآورده نشدن نیاز به محبت در کودکیه. دومین چیزی که این نیاز به محبت در واقع برآورده نشدنش باعثش میشه اینه که این آدم پر از خشمه، یعنی کاترینا پر از خشم نسبت به جهان بیرون، چون که جهان بیرون نتونسته اون چیزی که میخواد در کودکی، اون نیازی که داشته در کودکی رو بهش بده. شاید جواب سوال دوم که چرا کاترینا اون روزنامه‌نگار رو میکشه در نگاه اول فقط یه خشم از بردن آبروش باشه، ولی این خشمه یه خشم کهنه، یه خشم قدیمیه. این خشمه از همون کودکی در واقع با نهادهای بیرون از خود شروع شده. جنگ پدر کاترینا رو از کاترینا میگیره، کار در معدن پدر کاترینا رو از کاترینا میگیره، اختلاف بین دو تا نهاد عمومی یعنی مثلا وزارت کار و اتحادیه کارگری باعث میشه که اون مستمری که بعدش باید بدن به خانواده کاترینا نمیدن و دوباره این خشم نسبت به اون دوتا نهادم پیش میاد. اون مردی که حالا بهش اتهام میزنن که این یه مرد دیگه هم بوده که شبا میاد تو خونه‌اش، یه مرد قدرتمند در واقع مردیه که به نهاد عمومی حاکمیت وصله و دوباره اون خشم از اون مرده هم وجود داره. این خشما روی هم جمع شدن و کاترینا آدمیه که نسبت به نهادهای بیرون از خودش یه خشم نهفته داره و این خشمه وقتی که اون روزنامه‌نگار آبروشو میبره دیگه سرریز میشه به شکل قتل خودش رو نشون میده. اینجا میشه حالا با توجه به اطلاعات مختصری که من در مورد زندگی بول دارم میشه وصل کرد اتفاقات زندگی کاترینا رو به زندگی خود بول، یعنی یکم به اون رویکرد روانکاوی نویسنده هم نزدیک شد. ببین هایریش بول یه آدم صلح طلبه که به اجبار به جنگ فرستاده میشه، یه آدم صلح طلبه که به اسارت آمریکایی‌ها در میاد با عنوان سرباز آلمانی، و یه آدم صلح طلبه که بهش مطبوعات همیشه اتهام‌های مختلف که جنگ طلبانه است میزدن. قبل از اینکه این داستان رو بنویسه و دیگه خود جنگ اساسی رو با مطبوعات شروع کنه،
یه اتفاق میفته که توی داستان هم بهش اشاره شده و اون اتفاق واقعیه. یعنی یه سرقت انجام میشه از یکی از بانک‌های آلمان غربی و اونجا همه مطبوعات این کار یه کار تروریستی حساب میکنن و ارتش رو متهم میکنن به اینکه تو به اندازه کافی مواظب نبودی که این اتفاق تروریستی بیفته. چون اون آدم واقعا مثل همین داستان یک فردی از ارتش بوده ظاهرا که این سرقت رو انجام میده. اونجا هانریش بول بر خلاف این در واقع روایت عمومی مطبوعات میاد و از ارتش دفاع میکنه و اونجا یه جنگ اساسی مطبوعات باش را میندازن و اتهام تروریست رو حتی بهش میزنن. حالا فکر کنید که آدمی که صلح طلب به جنگ رفت، آدمی که صلح طلب به اسارت جنگی و آدمی که صلح طلب به تروریست متهم میشه. این آدم خودش، یعنی هانریش بول خودش، مثل کاترینا یه خشمی داره از نهادهای عمومی. این یک. دوم این که توی بافتی که زندگی کرده، توی بافت تاریخی که زندگی کرده، خب جنگ جهانی دوم رو دیده، قضایای به وجود اومدن هیتلر رو دیده، تقسیم شدن آلمان به آلمان غربی و آلمان شرقی بعد از جنگ جهانی دوم رو دیده و خودش توی آلمان غربی زندگی کرده و تاثیر نهادهای عمومی مثل دولت، مثل اتحادیه روزنامه نگاران، مثل خود به وجود آورندگان جنگ که همیشه نهادهای عمومی خارج از خود فردن، به شدت روی زندگی هر کسی که توی اون دوره توی آلمان زندگی کرده موثر بوده. خب بول هم در واقع بی تاثیر از این اتفاقات نبوده. این توی کشور زندگی کرده بول بیشما شامبرسکا، اگه درست تلفظ کنم اصطلاحش در واقع فامیلیشو، شاعر لهستانی، میگه که حتی اگر نخواهی ژن‌هایت هم سیاسی. یعنی خیلی نهادهای عمومی روی زندگی آدم ها مؤثر بودن. بنابراین طبیعیه که توی داستانهاش هم در واقع روح زندگی، روح جمعی که توی آلمان غربی توی اون دوره جاری و ساری بوده توی داستانهاش هم در واقع بازنمایی بشه. کما این که اگر خونده باشید، من فقط اون رمانو خوندم از بول غیر از این کاترینا، توی عقاید یک دلغک هم همینه. یعنی توی اون هم دلغک غیر از اینکه تعارضات فردی بین خودش، بین در واقع وجه‌های مختلف خودش داره، یه تعارضات بیرونی داره که این تعارضات فقط روانشناختی نیست. یعنی اختلافی که داره مثلا با همسرش فقط اختلاف ساده با یه همسر نیست، اختلافیه که به خاطر اینکه همسرش کاتولیکه و از اونو ترک میکنه که با یه کاتولیک باشه. یعنی دوباره یه نهاد عمومی اینجا وسطه و خشم اون در واقع دلغک رو که شخصیت اصلیه رو برمیانگیزه. من خیلی با ریتم تند و سعی کردم با زبان ساده این برداشت روانشناختی که داشتم از زندگی کاترینا رو بگم خدمتتون. من خودم بیشتر مشتاق اینم که فرم گفتگویی رو در واقع اینجا پیش ببریم و اگه در مورد این گفته‌های من سوالی هست من در خدمتتون، اگر نه خیلی منم دوست دارم که برداشت دوستان رو از این کتاب کاترینا بلوم بشنوم. فقط یک چیزی جا موند، این که این کتاب عنوان کاملش اینه که آبروی از دست رفته کاترینا بلوم یا خشم چگونه به وجود می آید و چه کار می کند. یعنی حتی عنوانش هم یه عنوان روانشناختیه. یک اشاره دیگه این که چرا این داستان اصلا خوبه برای نقد روانشناختی، متناسب برای نقد روانشناختی، اینه که اگه دقت کردن جا به جا یه تحلیلای کوچیک روانشناختی خود هاینریش بول میاره وسط داستان. مثلا میگه که
اون بازرسی که اول میاد خونه کاترینا ازش سوال بیمورد پرسید و گفت آیا بهت تجاوز کرد؟ و به خاطر اینکه خودش اون آدم اونقدر ایمیل توش وجود داره، یعنی بازرس ایمیل توش وجود داره که میاد به زبانش. این خودش تحلیل روانشناختیه که بول میاره و یه تیکه هایی هم میگه مثلا فلانی اشتباه روانشناختی که نباید به کاترینا میگفت که فردا روزنامه ها رو نخون. این روزنامه ها رو نخون یعنی که روزنامه این باعث میشه که آدمی که اصلا روزنامه هم نمیخونه بره روزنامه ها رو بخونه. یعنی یه شم روانکاوانه و روانشناختی هم خود بول داره و اینو توی داستانهاش آورده. ممنون از اینکه گوش دادید و ممنون از جناب دکتر کنجوری عزیز که این مسئولیت رو من سپرد.